صبر کن ببینم آیا با گوشی هم میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ دقیقا همینطوره. شما میتونید از طریق گوشی هم بتونید سرورهای رایگان برای خودتون بسازید. پس بدون هیچ معطلی بریم برای آموزش جدید. خب در قسمت قبل دیدیم که تا قبل این جریان که پنل رو بسازیم گفتیم که ما قسمت دوم رو ادامه این مرحله رو انجام میدیم که قرار همین کار رو انجامش بدیم. خب ما کنترل سی میزنیم روی کیبورد، روی گوشی هم دقیقاً کنترل به اضافه سی رو میزنیم که این شکل هشتگ رو ببینیم. یعنی در قسمت قبل حالا اسم سرور رو میبینید اینجا زده، برای شما یه اسم دیگه ای داره ولی تهش به هشتگ ختم میشه. تا اینجای کار من خیلی راحت این کار رو انجام دادم. خب مرحله بعدی مرحله هستش که از طریق سایت کلودفلر شما ثبت نام میکنید، ورود میکنید. مثل من ایمیل رو وارد میکنم، پسورد رو میدم و لاگین میکنم داخلش. من ورود کردم و خیلی راحت دامنه‌ای که ثبت کردم رو میبینید که 2 تا دامنه در اینجا من ثبت کردم و دارم استفاده میکنم. اگر بلد نیستید که چجوری دامنه رو داخل این سایت کلودفلر، دقت بکنید که دامنه IR استفاده نکنید، چون دامنه IR برای ایران هست و به مشکل برخورد میکنید. اگرم بلد نیستید که دامنه رو داخل این سایت ثبت بکنید، یک ویدیو آموزشی رو اینجا براتون قرار دادم که شما میتونید از طریق این ویدیو ببینید که چجوری میتونید دامنه خودتون رو داخل این وبسایت ثبت بکنید. بریم برای ادامه. در ابتدا من روی دامنه خودم کلیک میکنم، در بخش سمت چپ روی DNS کلیک میکنم. یک اد ریکورد باید بزنم. من یک اد ریکورد رو میزنم، یک ریکوردر جدید اضافه میکنم، تیک رو خاموش میکنم، تیک پراکسی رو. در بخش نیم ببینید دامنه من این هستش. من در بخش نیم که اسم هست یک ساب دامنه مثلا همین سایت خودش که زده dash.cloudflare.com، ببینید دامنه اصلیش این بوده. اما از طریق اد ریکورد وقتی شما یه اسم بذارید یک اسم اضافه میشه به همراه یک نقطه که میشه دات و ادامهش که میشه سایتتون. من مثلا اینجا میزنم تست و در اینجا IPv4 رو کپی میکنم از همون سایتی که دیتا سنتر رو گرفتم و IPv4 رو اینجا اضافه میکنم و میبینید که به این شکل در آمده تست داد دامنم. من اینو کپی میکنم و این رو چون نیاز دارم بهش اینو کپی کردم و میبینید پس شد IP. اینو خاموش کردم، تیک پروکسی رو و سیوش میکنم. حالا در بخشی که دستورات رو ما میدیم سرتیفیکیت باید بگیریم که بتونیم پنلمون رو بیاریم بالا. همین دستور رو من کپی میکنم و انتقالش میدم، ولی قبلش اینو میذارم. ببینید این دستوره که اینجا منفی دی خورده، شما دقیقاً باید همین کاری که انجام دادید رو جایگزین این انجام بدید. من وقتی همین رو براتون توی دیسکریپشن گذاشتم، شما میتونید همین دستورات رو مثل من مو به مو انجامش بده. خب این الان اینجا هست آماده. من get install certbot رو کپی میکنم و ادامه دستورم اینتر میکنم که براش سرتیفیکیت بگیرم. این سرتیفیکیت برای امنیت سایتتون هست. از طریق همین هستش که پنل شما باعث میشه که بیاد بالا. اگر این کار رو انجام ندید قطعاً پنلتون بالا نمیاد. دستور بعدی همین دستوری هستش که من دارم بهش میگم که من این دامنه رو ثبتش کردم و تو بدون. دارم این اطلاعات رو بهش میدم تا ذخیره سازی بشه و این ریکوست ارسال بشه، برای من یه سرتیفیکیتی ارسال بکنم. اینجا این 2 تا دستور میبینید اینجا، اینا رو ول کن، اینا رو از اینجا تا اینجا. یه پرایوت کی داریم، یه فول چین. ما با این 2 تا کار داریم. من اینو کپی میکنم، البته اونجا تو دستورات هست ولی من میخوام بهتون بگم. اینو کپی میکنم و اینجا
اضافهش میکنم. ببینید این دقیقاً همون دستوریه که من کپی و جای این انتقالش میدم. خب این چون دستور قبلی هم همین هست، من فقط این دامنه رو ساب دامنه رو کپی میکنم و جایگزین این دامنه میکنم که اینجا بمونه. شما باید از تست من تا خود .com پاک کنید و ساب دامنه خودتون رو اضافه بکنید. اینو گذاشتم اینجا که بمونه. یه دونه ساخت دایرکتوری هست که این هم باید ساب دامنه خودتون رو جایگزین این بکنید. کار ما انجام شده. خب پس میشه برای بخش دایرکتوری. الان بخش دایرکتوری رو هم ببینید، اینا پیچیده نیست. من اینا رو همه رو میخوام بذارم شما استفاده کنید، کپی پیستش بکنید، ولی دارم اینا دونه بدونه انجام میدم که شما هم یاد بگیرید که به مشکل نخورید. خب پس اینم جایگزین کردم. الان دامنه های من اوکی هست. ما در ادامه کار وقتی سرتیفیکیت هم انجامش دادیم باید بیایم mkdir کپی بشه تا انتهاش، تا این بخش سرچ کپی بشه که برای این بخش یک دایرکتوری بسازیم. اینتر میکنم، میگه بقیه دستورات رو بهم بده. بقیه دستورات میشه چی؟ میشه سی پی ها. این سی پی رو هم از این تا اینجا کپی میکنم، پیستش میکنم، اینتر میکنم، اینم کپی میکنم، پیستش میکنم. حالا در اینجا یک نانو باید بهش بدیم. نانو رو کپی میکنم، بهش میدم و باز میشه. حالا در اینجا ممکنه یک سری از دیتا سنترها وقتی شما نانو رو کپی میکنی میزنی این گزینه براتون بالا نیاد. اگر این گزینه براتون بالا نیومد معنا اگزییت کردم که ببینید مجدد. اگر این گزینه براتون بالا نیومد میزنید apt install، ببینید apt install nano، این گزینه رو میزنید نصب بشه. بعد از اینکه نصب انجام شد گزینه قبلی که من وارد کردم همون رو میزنید. من چون نصب هستش، خود سرور روش این نصب هست دیگه، این اتفاق نمیفته. من وقتی یه دونه پیست بکنم نانو رو خودش این بالا میاد. این هم یکی از نکته‌های کلیدی بود که باید میدونستید. یه سری سر همین قسمت به مشکل میخورم. خب من از روی کیبوردم، روی خود کیبورد، روی موس نه، روی کیبورد فلش رو میزنم. توی گوشی هم دقیقاً به همین شکلی. موقعی که شما دارید با گوشی کار میکنید باید فلش رو جهت فلش بزنید بیاید پایین و این دوتا بخشی که نوشته ور fullchain.pem k.pem همونایی هستش که ما گفتیم نیاز هست دیگه. این دوتا هشتگش رو باید پاک کنیم. من قشنگ با کیبوردم پاک میکنم، یه فلش میام پایین. ببینید دقیقاً کجا دارم میذارم که پاکش کنم. اشتباه چیزی دیگه رو پاک نکنید. باید این دوتا سفید بشه. نکنید وقتی این فاصله داره این دیگه فاصله نداره. من یه دونه پاک کردم اومده عقب. هیچ اسپیسی هم نزدم. کیبورد رو اضافه تر نزنید. این بخش و این دوتا خطیه هست. من پاکش میکنم تا دوتا خط اولیه. خب دو خطی هست. دستور اول فول چین رو کپی میکنم. ببینید کجاست؟ بخش سی پی رو ما تا آخر برداشتیم دیگه، استفاده کردیم از سی پی تا اینجا، از سی پی هم تا اینجا استفاده کردیم. حالا بخش ور هم میخوایم از این بخش استفاده کنیم. در اینجا کلیک راست میکنم، اضافه میشه. میام پایینیش هم پاک میکنم.
حواستون باشه اون 2 خطی ها رو اصلا پاک نکنید اشتباهی. و میام بخش بعدی هم کپی میکنم. اینم اضافه شد. حالا در اینجا وقتی همین کار رو انجام شد، شما کنترل X رو میزنید، میگه میخواید سیو کنید یا نمیخواید سیو کنید. گزینه Y رو میزنید، سیو میشه و در انتها باید اینتر بزنید. توی گوشی هم باید اینتر کنید. اینتر میکنید و تموم میشه. شما الان یک دایرکتوری درست کردید و همه کارتون انجام شده. اگر یک زمانی یک جای کار دایرکتوری به مشکل خورد یا اصلا خرابکاری کردید، نتونستید کاری انجام بدید، یک بار این دستور رو حواستون باشه الان نزنید. الان کارتون درست شده، خیلی هم خوب پیش رفتید. زمانی که دیدید ارور خورده، به مشکل خوردید، دیدید اون گزینه‌هایی که زدید اصلا به این شکل نیامده، اصلا ساکسفولی نشده، یعنی همین خرابکاری شده و اومدید دوباره این دستور زدید، بهتون گفته که موجود هست، یعنی ببخشید این دستور دایرکتوری زدید گفته سرتیفیکیت موجود هست در صورتی که شما خرابش کردید، اون موقع باید بیایید این دستور حذفش رو بگیرید، کپی کنید، بزنید اینجا، اینترش بکنید، بعد پشت بندش MKD رو بگیرید، کپی کنید، بزنید اونجا و مجدد CP رو بزنید تا این بخش CP دوم بزنید و ادامه مراحلی که بهتون یاد دادم که بتونید مشکلتون رو حل بکنید. این دستور برای حذف و این دستور برای ساخت هستش، حواستون باشه. اینم شد تا اینجا. پس ما تا این بخش هم یاد گرفتیم. الان تنها دستوری که باید بزنیم چیه؟ ریستارت. یعنی ما فقط باید بگیریم یک دور مرزبان رو ریستارت کنیم. این مرزبان رو من کپی میکنم و مرزبان ریستارت رو میذارم. مرزبان ریستارت انجام میشه. خب همونطور که میبینید به راحتی کار ما انجام شد. یه کنترل C میزنم. کنترل C چیه؟ نگاه کن، کنترل به اضافه C میگه کویت. من از روی کیبورد کنترل رو نگه داشتم و C رو زدم، این کار انجام شد. خب الان دیگه همین کار به بهترین شکل انجام شده و هیچ مشکلی دیگه نیست. فقط ما یوزرنیم و پسورد برای پنل انتخاب نکردیم. ما در اینجا میتونیم یک ادمین برای خودمون بسازیم که بتونیم استفاده کنیم. کپی میکنم. ببین نوشته مرزبان کلای ادمین کریت سودو. اینتر میزنم. اینجا الان بهم میگه یک یوزرنیم بده که استفاده کنیم. من یوزرنیم رو میزنم تست. میگه یه پسورد بده. پسورد منو تایپ کنم قطعا بهتون نشون نمیده. اینتر میکنم. میگه مجدد پسورد رو بنویس. خب حالا میگه تلگرام آیدی بده. من تلگرام آیدی نیاز ندارم، اینتر میزنم. میگه یک وب هوک بده، اونم نیاز ندارم، اینتر میکنم. به همین راحتی کار ما تموم شد. ساخت فیلتر شکن ما به همین راحتی تموم شد. میشه همین ساب دامنه اصلی ما. اون جای صفر ها باید همین ساب دامنه اصلی ما قرار بگیریم. ما کارمون رو تا اینجا درست انجام دادیم. اینتر رو میزنیم. وقتی این شکل اومد یعنی کار ما درست انجام شده. در انتها باید یک اسلش بزنیم. این خط بهش میگن اسلش و بزنیم داشبورد. ببینید من اینجوری هم تایپ بکنم که قشنگ متوجه بشید. بله اینجا داریم می‌نویسه داش بورد نوشته میشه. داشبورد. اینتر میکنم. پنل به همین راحتی ساخته شده. تست رو میزنم. پسورد بعدی هم که داده بودم تست بوده. پنل مرزبان ما به همین راحتی بالا اومد. یعنی شما با همین حرکت تونستید یک پنل برای خودتون بسازید
از طریق همین بخش میتونید برای خودتون VPN بسازید، اسم بدید بهش، حجم بدید، تاریخ بدید، 1 ماه مثلا 1 ماه و 2 روز. اینجا میتونید نوت بزنید کرت یوزر، اینجا یه اسم مثلا بذارید، من این فلش رو بزنید خودش اسم میذاره. اگرم خواستید میتونید خودتون مثلا بنویسید صباحی، اسم شخصی بذارید، بعد سیوش بکن. کریت بزنید، میگم سیو کنید، کریت بزنید که یه یوزر جدید ساخته بشه. در اینجا هم وقتی من کپی بکنم خود کانفیگ کپی میشه، در اینجا هم کپی سابسکرایب بزنم خود سابسکرایب کپی میشه. و اگر مثال من داخل این برنامه یک به اضافه بزنم، افزودم به کلیپ بورد بزنم، ببین VPN جدیدم متصل شده، 126 پینگش عالی. یه دور من قطع و وصل کنم، ببینید یه تستم بگیریم تو یوتیوب. میبینید که چقدر سریع هم اومد بالا و میتونید استفاده رو کنید. اما چند تا نکته هستش که دقت بکنید. یه دونه کانفیگ برای ما اومده و کانفیگمون به شکلی هستش که اینجوری بهتون نشون بدم متوجه بشید. شادو ساکس اومده، TCP شادو ساکس. معمولا از این طریق کمتر استفاده میشه. من تو ویدیو بعدی حتما بهتون یاد میدم که چجوری بتونید کانفیگ های 5-6 تایی بسازید برای خودتون که پورت های مختلف داشته باشید که روی تمام اپراتورها بتونید بدون هیچ مشکلی متصل بشید. اگر میخواید این ویدیو ادامه دار باشه حتما ویدیو رو لایک بکنید که کامنت ها نظرهای خوبتون رو برام بنویسید. اگرم که کانال رو سابسکرایب نکردید ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب بکنید و به جمع خانواده ما بپیوندید. حتما اندینگ آخرم تماشا بکنید. کسایی که این ویدیو رو دومو دارن تازه میبینن میتونن ویدیو اول هم تماشا بکنن و از طریق ویدیو اول به ترتیب یاد بگیرن و به انتهای برنامه‌مون برسن. تا یه ویدیو جدید دیگه، به امید دیدار.